دیگه محاله یه دونه ماشین کلاسیک دو دیفرانسیل رو بتونی با این قیمت و با این امکانات تهیه کنی. معرفی میکنم رنج روور کلاسیک 1978 یه خودروی 4 چرخ دیزل 4 فنرنور با یه موتور پرقدرت 5700 سی سی که به صورت قانونی روی ماشین نصب شده و سواری دلچسب و لذت بخشی رو برای عزیزانی که اهل طبیعت‌گردی هستن و یا مسافت‌های دور میتونن رانندگی کنن رو براشون به ارمغان میاره. اگه شما بخواید هزینه کنین و یه خودرو با یه همچین امکاناتی بخرید، حتما باید 4-5 میلیارد تومان توی کلاس همچین خودرو با همچین امکاناتی باید هزینه کنید. این خودرو صندلی‌های برقی، شیشه‌های برقی و آینه برقی داره. گیربکسش AWD هست. اون گیربکس دیفرانسیل همه قسمت‌های فنی ماشین اوورهال شده و آماده استفاده است. همین اخیراً هم خودم تو مازندران تا لرستان باش رانندگی کردم و ازش لذت بردم. این شما و اینم فوتوی رنج روور کلاسیک که تقدیم نگاه زیبایتون میشه. دوستانی که تمایل دارن اطلاعات بیشتری در مورد این خودرو به دست بیارن میتونن با شماره من در بایوی پیج و یا دایرکت پیج من در تماس باشن.